طبق اطلاع دریافتی تحقیق پرونده خبرنگاران دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به مرحله نهایی رسیده احتمال روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده شود. یک دلیل مقامات به ضد آنها تبلیغ شرکت بوده است که گویا نام صاحبش در رویخط سیاه بانک ملی است. خبرنگاران گفتند در این باره نمیدانستند. صحیفه دلیر امامعلی در یوتیوب ماه‌های اخیر فعال بود و نوارهایش را از 50,000 تا 1,000,000 بار میدیدند. او به مثل بسیاری از بلاگران به عوض مبلغ مال و محصولات دیگران را تبلیغ میکرد. یکی از همین تبلیغها حالا برای دلیر امامعلی و همکارش عبدالله غربتی دردسر آورده است. به اطلاع دریافتی عبدالله غربتی و دلیر امامعلی به تبلیغ شرکت النور متهم شدند. رئیس شرکت ایدیبک لطیفوف گویا در رویخط سیاه بانک ملی تاجیکستان و در قطار شخصان علاقمند با تروریسم بوده است. ایدیبک لطیفوف روز 29 ایول در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از سال 2007 باز در مصر کار و زندگی دارد و اتهامات مقامات را نسبت به خود بی‌اساس نامید. در حالی که نام او را در رویخط لطیفوف ایدیبک فیزبیکوویچ سانه تولدش 29 اپریل سال 1970 نوشتن، خودش میگوید لطیفوف ایدیبک فاضل بیکوویچ است و سال تولدش 1982. بانک ملی تاجیکستان روی خط سیاه را به هدف پیشگیری از پولشویی و سرمایه‌گذاری سلاح قتل عام ترتیب داده است. افراد شامل به آن به تاجیکستان پول فرستادن نمیتوانند. نام ایدیبک لطیفوف و شرکت النور که تبلیغ آن برای دلیر امامعلی و عبدالله غربتی مشکل آورد ماه امسال در صحیفه یوتیوب دلیر امامعلی پیدا شد. لطیفوف در تماس تلفنی رد نکرد که برای تبلیغ شرکت النور به صحیفه دلیر امامعلی مراجعت کرده است، اما گفت این خبرها نسبت من تهمت است. تقریبا 16 سال پیش از تاجیکستان خارج شدم و با تاجیکستان هیچ ارتباطی ندارم. 10 فرزند من در مصر تولد شدند. همکاری با صحیفه هایی که بیننده زیاد دارند حق من است. به کدام اساس مرا بر روی خط سیاه وارد کردند خبری نداشتم. این دروغ است. وکیل دفاع به سبب مخفی بودن پرونده چیزی نگفت. یک منبع آگاه از قضیه گفت ایدیبک لطیفوف در آخر ماه اپریل برای تبلیغ به عبدالله و دلیر مراجعت کرد. بر سر نرخ به سازش رسیدند. خبرنگاران برای گرفتن پول کارد ملی یکی از بانک‌های تاجیکستان را پیشنهاد کردند. ایدیبک لطیفوف گفته است نمیتواند از مصر به تاجیکستان پول فرستد. همصحبت ما افزود لطیفوف از دلیر امامعلی و عبدالله غربتی خواسته است کارد یکی از بانک‌های روسیه را فرستند و او پول را به آنها میرساند. ایدیبک لطیفوف در تماس تلفنی این نقطه را نیز رد نکرد، ولی دلیلش را چنین گفت: همکاران زیاد ما در قزاقستان و قرقیزستان و روسیه هستند و با آنها توسط کارت‌های اسپربانک داد و گرفت میکنیم. در بانک‌های تاجیکستان حساب نداریم. ما این را گفته بودیم. این 2 روز نامه‌نگار به خصوص عبدالله غربتی در بازپرسی گفتند نمیدانستیم که نام ایدیبک لطیفوف مالک شرکت النور در روی خط شخصان علاقمند به تروریسم بانک ملی است. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روزهای 15 ایون از سوی ماموران داستانی نایه شاه منصور دستگیر شدند. در آغاز دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی و رسانیدن خبر بر دروغ و عبدالله غربتی به زورآوری علیه کارمندان پلیس گمانبر می‌شدند. در مقامات علیه 2 روز نامه‌نگار به اتهام عضویت در سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلامی پرونده گشودند. نزدیکان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی عیبنامه را رد می‌کنند.